سلام سلام. خب بچه رسیدیم به پی دی اف دوم که تقریبا حل کردنیاش خیلی بیشتر از پی دی اف اولی. پی دی اف اولی تقریبا که هیچی نداشت، تا جای یادم یه تیکه کوچولویی داشت، قشمش خوندنی بود. این مبحث راجع به نگهداری اطلاعات در حافظه و کامپیوتر، نامانشو میخونیم که یادمون داره. بازم زیر نکته های مهم خط کشیدم، یه جایی خط نکشیدم با اینکه نکته داشته. خب چرا؟ حالا چون جلوتر بهش میرسیدیم میخوندیمش، خب نیازی نبوده زیرش خط بکشه. هم چیز خاصی نداشته. مثلا اطلاعاتی کامپیوتر باشون سر کار داره دو دستان، و اطلاعات رشته هیچی. اینم که الان مثلا همین مبحث کردن ضرب در زدم اینا، خب تو قسمت تبدیل ها میخونیمش، فقط یک کمونی احساس گیج بودن بهمون میده، همچین حالتی داره. اینم که گفته اگه مبنای عددی مشخص نشه 10 منظور میکنیم، چیز خاصی نیست. اینا دیگه بخونین بچه، متن چیز خاصی نیست بچه. این تیکه که زیرش خط کشیدم ستاره زدن، این تیکه رو حفظ کنین خیلی راحت ترین. خب حالا بازم نیاز آنچنانی به حفظ کردن نیست، یعنی بدون حفظ کردن هم میشه سوالا رو جواب داد، ولی خب حفظش کنین خیلی سریع تر میشه. خب رسیدیم به اصل مطلب، تبدیل مبنا. این که خوندنیه، در دقیقه برعکس. این تیکه اون خط کشیده بودم، اون دستم خورده پاک شده. این مهمه، بازم بعد خط کشیدم، این مهم نیست. خب تبدیل عدد سری مبنای 10 به مبنای 2 بالعکس، اینا خوندنیه، یعنی خوندنی نیست، جلوتر بهش میرسیم. توضیح باید خودم توضیحش بدم رو سال. خب رسیدیم به اصل مطلب بچه. جمعون دو راجع به تبدیل 2 به 10. خب که چطوری از مبنای 2 ببریم به مبنای مبنای 10 به مبنای 2 ببریم. یکی از روش‌هاشو که گفته اینی که عدد 10 که بهمون میده اینجوری هم برامون مینویسنش، 25 در مبنای 10 برابر چند مبنای 2. خب این عدد 25 مونو یکی از روشش اینه که بریم تقسیمش کنیم، تقسیم متوالی. خب هر دور بر 2، بعد خار باقی مونده هاشون رو نگه داریم، از آخر به اول بنویسیمشون. یعنی اینو بخوایم بنویسیم میشه دیگه خودش نوشته 1 1 1 0 0 1. اینو به ترتیب از این ور به اون ور می‌نویسیم. این یکی از روش تبدیل 2 به 10. یه روش دیگه هم هست که اسم خاصی نداره، یعنی پیدا نکردم اسم خاصی راجبش. من بهش میگم روش ارزش بیتی. خب میایم ارزشای بیتی و بیتی عددامون رو مینویسیم. کجا رفت؟ مثلا همین 25. خب مثال بزنم چون نمیتونم کامل اونجوری که باید مثل استاد درست توضیح بدم. خب ولی خب کار جمع میکنم. مثلا یه عدد، مثلا 35 35 رو داریم در مبنای 10، میخوایم به مبنای 2 تبدیلش کنیم. خب میایم از 2 به توان 0 می نویسیم، 2 به توان 1، 2 به توان 2، 2 به توان 3، 2 به توان 4، 2 به توان 5، 2 به توان 6، 2 به توان 7 تا اونجا بسنده میکنیم. اینجا از 1 داریم تا 128. یه حالت حافظه طوره. خب 2 به توان 1 2، 2 به توان 2 4، 2 به توان 3 8، 16 32 64 128. بعدش هم دیگه سخت نیست که حدس بزنیم 256. خب الان نیازی به این نداریم. نگاه میکنیم آقا، عددمون 35. خب
به اینا میگن ارزش های بیتی. وزنامون به اینا میگن ارزش بیتی، نام ارزش بیتی. عددی که در مبنای 10 داریم 35. بین کدوم دو تا عدده؟ بین 2/5 و 2/6 دیگه. اینجاست. خب ما زیر هر کدوم از اینا یه خونه خالی میذاریم. این اینو این داخلی خرچنگ قورباغه میشه. خب بین 32 64 35 درسته. ما به عدد قبل از عددی که تو مبنای 10 داریم اینجا 1 میدیم. عدد قبل از 35 اینجا 32، ما به این 1 میدیم. حالا 35 رو منهای 32 میکنیم. وقتی به این 1 دادیم اینو منهای 32 میکنیم. چند میمونه؟ 3. یه بار دیگه میگیم تو جدول 3 بین این دوتا. خب عدد قبلیش یه 1 میدیم. حالا از دوباره 2 منهای 3 میکنیم، بخشید 3 منهای 2 میکنیم، یه 1 میمونه. 1 کجا؟ 1 اینجا دیگه نداریم. تمام دیگه به همه اینا 0 میدیم. 0 0 1 0 0 0 1 1. خب حالا به فرض اصلا همون 25 در مبنای چیز 10 برای 25 همینجا انجامش میدیم دیگه. یا بنویسیمش یه بار تمیز. 2/2 اصلا 2 رو ننویسیم. 1 2 4 8 16 32 64 128. 25 بین این دوتا درسته. ما به این 1 میدیم. 25 منهای 16 میکنیم. 15 16 9 بین کدومه؟ بین اینه. به 8 1 میدیم. 1. حالا 8 منهای 9 منهای 8 1 هم که اینجا دیگه بقیشون 0 میدیم. دیگه اینا 0 هم ندادیم خیلی مهم نیست. یعنی اینا دیگه خیلی چون تو این وره داستان قرار دارن خیلی تأثیری نداره. الان چی شد جواب؟ 1 1 0 0 1. همین 1 شد. این روش تقسیم 1 بود. این ارزش بیتی هم 1 بود. دوتا داستان داره. خب چرا اومده خب اینجا یه مثال زده از 2 بده؟ من نمیدونم این داستانش چیه. چرا هم چرکیدی زده؟ تبدیل عدد صحیح به مبنای 2. این توضیح بعدیه. خب اینو یه زمانی قبلا خوندم و یکمونی الان گیج میزنم، تعجب نکنید. خب این هم که این از راه ارزش بیتی رفته. خب اینو حل کرده که این داستان در اومده. الان توضیح میدم. باز اینم یه راه دیگه داره که بخوایم به دستش بیاریم. اینجا چیکار میکنه آقا؟ میاد بالای یه عدد 2 2 به ما میدن. الان اینجا چند داده؟ 1 1 0 1. ارزش های بیتیشون رو بالاشون مینویسه. از این طرف مثلا 2/0 2/1 2/2 2/3 2/4. خب حالا اینجا ضرب میکنه جمع میکنه. خب اینو میاد توی این ضرب میکنه با کنارش جمع. اینو توی این ضرب میکنه. الان بین این دوتا جمع. خب اینو ضرب جمع بینشون. یا ترتیبشون اینجا خیلی مهم نیم. مهمه به عدد آخری برسیم. مثلا از این برنوشت این
از این طرف نوشته 1 ضرب در 2 به توان 4، شما میتونید از این طرف نوشته، خیلی فرقی نداره، فقط این مابینشون حواستون باشه. اینجا بین پایینی و بالای ضربه، بین چپی و راستی جمع. آره، 1 ضرب در 2 به توان 0 میشه به اضافه 0 ضرب در 2 به توان 1 میشه به اضافه، از دوباره قدم پیدا میکنه تا بعدمون میرسیم. خب این یکی از روش است. یه روش دیگه هم داریم که از دوباره ارزش های بیتیشون رو میاریم بالای اینا می نویسیم، ولی نه از این راه 2 به توان 0. خب راه جدیدی نیست، همین رو میاریم محاسبه میکنیم. خب همسان داده به ما 1 1 0 0 1. خب ما میاریم بالاش از این حالته بود، گفتم بنویسیم 1 2 4 8 16 32. خب اینو بالای اینا می‌نویسیم 1 2 4 8 16. خب اونایی که زیرشون 1 داره خب جمع میکنیم. الان مبحث محاسبه ما، اعداد محاسبه ما اینان، ولی اونایی که ما باید بفهمیم قراره تو محاسبه جمع بشن کدوم و اینا به ما میگن. مثلا اینجا یک توی جمعمون هست، اینجا 0 2 توی جمعمون نیست، 0 4 توی جمعمون نیست، 8 هست، 16 هم هست. میشه چند؟ 16 به اضافه 8 به اضافه 1. خب میشه 25. این هم یه روش شد. پس جاهایی که عدد دودویمون 0 داشت، ارزش بیتی شد توی محاسبه حساب نمی کنیم. خیلی سریع تر از اینه که بخوای ضرب کنی، همونه ولی خب شکلش فرق داره، سرعتش هم بیشتره. خب 10 به معنای 2 بالعکس. اینجا چیکار میکنه بچه؟ همونان ولی اعشاری شونه. حالا یه سری توضیح میدیم رد میشیم، خیلی چیز خاصی نیسته. تبدیل 12 مبنای 2. قسمت صحیح شو که میاد چیکار میکنه؟ تقسیم بر 2 میکنه، همون کاری که قبلا کرد، ولی برای قسمت اعشاریش میاد برعکسش انجام میده. برای قسمت صحیحش تقسیم میکنه، برای قسمت اعشاریش ضرب. اینجا تقسیم رو انجام داده، رسیده به این. خب قسمت صحیحش تقسیم رو انجام داده، باقی مونده ها در اومدن از پایین به بالا نوشتهشون. این برای قسمت صحیحش. حالا برای قسمت اعشاریش اومده چیکار کرده؟ 25 صدم رو ضرب در 2 کرده، شده چند؟ 50 صدم. حالا از دوباره قسمت صحیح اینو جدا کرده، گذاشته بیرون. اگه گذاشتمش بیرون مثلا اینو میذاریم این گوشه. بعد بچه یادتون باشه این 3 ممیزه چی گفتی؟ این ممیزه همیشه هست، ما از این به بعد داریم می نویسیم. خب الان این 0 میاد اینجا. حالا 50 صدم از دوباره ضرب در 2 میشه، قسمت صحیح ضرب اینا میاد بیرون، اینجا می نویسیمش. دیگه نیازی نیست ادامهش بدین، که البته این هم باز بستگی به سوال شما داره. مثلا میگن عدد این به 2 تا مثلا 3 رقم اعشار، مثلا میگم خب شما باید بیشتر ضرب کنید تا برسید به 3 رقم اعشار، 4 رقم اعشار، همش بستگی به سوال داره. خب این صفریه که این قسمت اعشاریمون شد، این هم قسمت صحیحمون. 0 0 1 1 اینجا نوشته بودش. خب این قسمت بعدی برای
تبدیل اشاری مبنای 2 به مبنای 10. چیکار میکنیم؟ 10 به 2 بازم قسمت سیاه همون حرکت زده. خب من اینجا همون هیچ تغییری نکرده. قسمت سیاه هیچ وقت تغییر نمیکنه، یعنی تو هیچ تبدیلی، فقط قسمت اشاری ها شاید ریزه برامون فرق داشته باشه. حالا یه کمی 2 به 10 10 به 2 یه کمی شاید بد قلق باشه، ولی برای 8 و 16 خیلی راحت. این هم باز خیلی سخت نیست، ولی خب باید یادمون باشه 2 ضرب در ارزش بیتیشون 2 به توان منفیه، حالا 1 2 3 هرچی هست، اینو باید یادمون باشه که منفیه. خب از این شروع کرده 2 به توان منفی 1 2 به توان منفی 2 2 به توان منفی دیگر نداریم، ولی خب مثلا بخواد ادامه به درشش بیشتر باشه همینجوری مینویسه. اینو با ضرب در این میکنه، با کناریش جمع میکنه. نمیدونم چرا این نمینویسه. این چیز خاصی واقعا اینا نیستن که بخواین فراموششون کنین یا یادتون بره. 2 تا سوال مثلشون حل کنین اوکی میشه، یعنی همین سوال دوباره حل کنین همینجوری اوکی میشه دیگه، یادتون نمیره. هیچ چیز خاصی نیست. خب با تلفیق قسمت اشاری سریع از مبنای 10 حاصل میشود هیچ چیز خاصی نیست. 0 ضرب 2 به توان منفی 1 که 0. 1 ضرب 2 به توان منفی 1 1/4 دی معکوسه دیگه. 2 به توان منفی 1 میشه 1 به توان 2 به توان 2، یعنی 1/2 به توان 2. اینجوری بگیم اون شکلی نگیم میشه. خب بریم قسمت بعدی. تبدیل عدد سه مبنای 2 به مبنای 8. 2 به مبنای 8. بازم این جدوله که گفته بودم حفظش کنیم بد نیست، اینجا هست. نمیدونم چرا اینقدر به جدول تاکید داشته استاد، همیشه همه جا گذاشتش. خب ببینیم قسمت بعدی چیه. 2 بازم اینجا توضیح داده، اینجا بازم داره توضیح میده دیگه برعکس شد. خب تبدیل عدد داستان به مبنای 8 هیچ جای خوف و ترسی نداره. خب میایم چیکار میکنیم؟ به فرض این الان عدد ساده تری، خب اشار نداره، میایم از راست به چپ 3 تا 3 تا جدا میکنیم. حالا چرا 3 تا 3 تا؟ چون 2 به توان 3 میشه 8. سر اینو یادتون باشه، 2 به توان 3 میشه 8. هیچ وقت یادتون نمیره واسه تبدیل مبنای 2 به مبنای 8 3 تا 3 تا باید جدا کنیم. برای مبنای 16 2 به توان 4 دیگه الان واضحه دیگه، با 4 تا 4 تا جدا کنیم. فرقشون خب گفت عدد 1 1 0 0 1 3 تا 3 تا. اینجا 3 تا نداشتیم، 0 میندازیم پشت این، تغییری ایجاد نمیکنه که. حالا از کجا دونسته این شده 3 این شده 1؟ یکی اینه که اومده طرف رو جدول نگاه کرده، کاری که اکثر دوستان میکنن. یکی هم اینه که شما از دوباره بیاین ارزش بیتیشون رو بالاشون بنویسین. خب 1 2 4، اونایی که زیرشون 1 رو با هم جمع کنین، اونایی که زیرشون 0 خط میخوره. الان زیر این 1مون یه خونه پر هست و 1 رو مینویسیم.
یعنی 1 رو توی محاسبمون حساب میکنیم، زیر 2 هم یه 1 هست توی محاسبمون حساب میکنیم، 4 نیست. 1 و 2 3. از دوباره اینجا 1 2 4. فقط 1 رو داریم. چی شد؟ 3 1 31. این همین قد ساده. حالا میخواین از اینجا میتونیم نگاه کنیم، حفظ کنیم. واقعا چیز پیچیده ای نیست. گرچه بازم میگم از این روشی که استاد، حالا ما میگه، استاد شما میگه، واقعا بچه ها اینا مهمه. خب من نیستم در حد یه استاد دانشگاهی که چند ساله داره تدریس میکنه. منم اینجا اونجا دیدم یاد گرفتم، یه جنبندی کلی کردم و بردم اینجا. یعنی خواستم برای شما راحت باشه که شب امتحان، حالا هر تایم که خواستین شروع کنین کمتر اذیت بشین. اینا تایم خودم اینا قبلا بلد نبودم، اومدم یاد بگیرم، به چشم سنگین می اومدن. خب اشاره مبنای 2 مبنای 8 نه همونه دیگه. اینجا سه تا قسمت سعی رو جدا میکنیم، به این 0 میدیم. برای قسمت سعی از راست به چپ، برای قسمت اشار از چپ به راست. تفاوتشون سر این. اینجا با سه تا جدا میکنیم که اینجا بنویسمش تمیز سر در بیاد. یک 0 0 1 1 1 1 0 1. خب سه تا ست. حالا ارزششون دیگه حفظ کنیم، بالاش ننویسیم. 1 2 4. 1 که زیرش 0، 2 که زیرش 1، 2 رو می‌نویسیم. 2 رو نباید بنویسیم، یعنی خود محاسبه رو بنویسیم. مثلا 2 به اضافه 0، این طرفش هم 0 دیگه. اینجا 1 2 4 بنویسم که گیج نشه. 1 داریم، یه 2 زیر این که خالیه. 3 اینجا 1 1 2 4 6 1 2 4 4 زیر اینه که خالیه 4 میمونه. این ممیز هست، شد همون 23 ممیز 64. 23 ممیز 64. تبدیل مبنای 8 به مبنای 2. اینجا هم اینجوریه بچه ها. یکی این روش حفظ کردنیه که بیایی ببینی آقا 2 دویش چنده، بیایی بنویسیش. خب 2 این تیکه خیلی سخته حفظ، بخوای حفظ کنی. ولی خب این رو هم هست. الان قسمت سعی رو بیاین اینجا بنویسیم. الان 2 3 تا عدد که بیشتر نداشتیم. 1 2 4 درسته. ببینید زیر اینا مشخص میکرد که کدومشون قرار جمع بشه. خب شما یه طوری باید زیرو بچینین که این بالای جمعشون بشه 2. خب این 2 تا 0 خونه های خالی، این 1 2 میاد برای 5. 1 2 4 جمع چند و چند میشه 5. این 1 این هم 1 این 0. خب 5 در اومد، 1 هم در. قسمت اشارم دقیقا به همین شکل.
فقط یادتون باشه 3 تا جدا کنید. دیگه مبنای 16 که به امید خداوند متعال تو فیلم بعدی میگمش.